سلام همگی، امیدوارم که خوب و سلامت باشیم. بازم مسعود هستم با یک فیلم جدید. این بار فیلمی که آوردم یک فیلمیه که جشنواره کن در سال 2023 نخل طلا رو گرفته و جالبش به هم جالبتر از اون است که کارگردانش یک خانوم است و این خیلی جالب کرده برام، بخاطر اینکه در تاریخ سینما سه خانم فقط تونستن جایزه نخل طلا رو کنار بگیرن که یکیش این خانم هست، خانم ژاستین ترویه، کارگردان فیلم آناتومی یک سقوط. آناتومی یک سقوط داستان یک معمایی، در واقع داستان یک جنایت است، داستان یک مرد یک انسانه که دنبال قاتلش پیدا میکنن. قصه فیلم راجع به یک زن و شوهر نویسنده ای است که بیرون شهر با فرزند 10 سالشون زندگی میکنن که فرزند 10 سالشون کمبیناست به دلیل اینکه چند سال پیش توی یک حادثه ترافیکی چشمشون از دست داد، چشمش آسیب دیده بودن. با هم دیگه اینا در یک خانه زندگی میکنن، هر دو اینا نویسنده هستن که بیشتر مینویسن. مرد توی یک اتاق در طبقه سوم زیر شیروانی مینویسن و کار میکنن، ولی از توی بالکن او طبقه سوم پرت میشه پایین و میمیره. حالا قصه فیلم راجع به اینکه ببینن که قاتل کی است، چی باعث میمیره، این خودکشی بوده یا این زنه کشتن یا کس دیگه کشته یا بچه ها کشته. در این خانه جز بچه ها و مادره کس دیگه ای نبوده. حالا بچه ها، خود بچه هم در اون لحظه بیرون با سگش در حال قدم زدن بوده. وقتی برمیگردن میبینه پدرش افتاده و مرده روی برف افتاده و زنگ میزنه، داد میزنه مادرش خبر میکنه. مادرش هم میگه من خواب بودم، با سر صدا سرم بیدار شدم و اومدم دیدم که به به چه اتفاق افتاد. حالا اینا زنگ میزنن، پلیس نمیاد. حالا پلیس میخوان ببینن که قاتل کیه، این واقعا یه خودکشی بوده و یا اینکه این زنه رو کشته، چون کس دیگه ای نبوده در اون خانه دیگه، فقط زنه در اون خانه بوده که زنه میگه من خواب بودم. قصه خیلی جالب است. به هر حال وقتی شما دنبال کنید فیلم نمیدونید، بعضی وقت بخش از فیلم رو نگاه میکنید خب معلومه زنه کشتتش دیگه، هیچ راهی نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگن قبل از پرت شدن شقیقه مرد ضربه خورده و داغون شده، یعنی یک زخمی برداشته بوده شقیقه، بعد پرت شده پایین. یعنی این نشون میده که یک درگیری بوده. بعد بخش از فیلم بره جلو نگاه میکنم نه، این زن از آدم شوهرش نکشته و واقعا خواب بوده. این یک مقدار آدم دچار دوگانگی میشه که چی شد، بالاخره کی کشته این نفره، خودکشی است یا کسی کشته. بعضی وقتا با خود نکنه کس دیگه اومده این کشته، این خونه کسی نبوده این خونه. به هر حال یک فیلم جالبه، فیلم معماییه و آدم نمیتونه حدس بزنه که چه اتفاقی قرار بر آخر از فیلم بیفته و فکر میکنم فیلم قشنگه و خب قطعا قشنگه، به خاطر اینکه جشنواره کن به فیلم‌های معمولی حداقل جایزه نمیده، فیلمی که فیلم تاپ بوده که جایزه نمیده. ولی برای من جالب بود که نوع کارگردان و وقتی کارگردان رو چک کردم در سال 2016 یک فیلم به نام ویکتوریو ساخته و یه فیلم دیگه ایش ساخته. فیلم کارگردان جوانی است، فرانسوی. این فیلمش به سبک کارگردانیش من نگاه کردم سبک مستندگونه داره، خیلی قشنگ برای من کارگردانی مستند داره و یک سکانسی از توی دادگاه من احساس می‌کردم که انگار تصویرگذار بوده که چند شات ببینیم چی میشه، از نیاز داریم چند شات، یک همچین حالتیه. یعنی شات هایی که گرفتم مستندگونه است. به اون خاطر برای من خیلی جالب بود، یعنی سیستم کارگردانی که از این داستانی که با هم دیگه پیش برده، ولی قصه فیلمنامه خیلی خوبی داره، بیننده رو خیلی خوب پیش میبره. Vous avez bien créé un terrain de complicité pour déplacer l'enjeu de l'entretien. Vous êtes d'accord avec ça? La question est trop directive. Il n'y avait pas de séduction. Non, je vous interrogeais sur la complicité. On sent dans l'enregistrement que vous proposez une certaine proximité, vous rigolez, vous buvez du vin. Est-ce que vous cherchez à vous détendre? همینطوری که توی دادگاه اینا دنبال این میگردن که قاتل کیه، اما توی این پروسه ما خیلی حرف‌های دیگه می‌زنیم. در واقع همون لایه‌های از فیلم که یک لایه اصلی است که ما ببینیم قاتل کیه، لایه‌های بعدی
خیلی حرفای دیگه توی فیلم هست که ما مثلا برای همین توی این پروسه ما میفهمیم چه رابطه‌ای بین این زن و شوهر بوده و چه اتفاقهایی توی زندگی اینا افتاده و چه، حالا من نمیخوام بگم ولی بریم ببینید یک سری لایه‌های دیگه باز میشه از زندگی اینا. در واقع ما خیلی چیزهای دیگه از تو زندگی اینا میفهمیم، چه رابطه‌هایی داشته، چه اتفاقایی تو زندگیش افتاده، چه دردهایی رو دوباره باز میشه و بچه‌ها چه موضوعاتی رو خبر میشه. اینا خیلی جالبه. فکر میکنم که به خاطر اون فیلمنامه خیلی خوبی داره، یک لایه اصلی داره، چندین لایه زیر او لایه ها پنهان شده که به بیننده غیر مستقیم میفهمونه که واقعا برای من جالب بود. خب Enfin, d'un quotidien difficile en créant une échappatoire agréable avec cette jeune Je femme. rappelle que Madame Voiter n'est pas à l'initiative de cette rencontre. Répondez, Madame Voiter. Oui, je l'ai trouvée étonnante. Je n'avais pas vu de personne nouvelle depuis longtemps. Et oui, j'avais besoin de boire un verre. Et cette personne était... در حالی که تقریبا دو تا لوکیشن داره، یک لوکیشن دادگاه، یک لوکیشن هم خانه. خیلی کم هزینه، خیلی کم لوکیشن با کمترین بازیگر، در واقع کل قصه در اومده. فیلم خیلی هم جالبه. بازیگر اصلی فیلم خانم به نام زاندرا هولر که نقش نویسنده فیلم بازی کرده. خانم اصالتا آلمانی هست که قبلا در سال 2006 خرس نقره‌ای برلین گرفته. از جایزه بازیگری یک بازیگر خیلی توانمندی هست که در این فیلم بازی کرده. واقعا بازیش هم عالی بوده. is kind of a chaos. And everybody is lost, no? And sometimes we fight together and sometimes we fight alone and sometimes we fight against each other. That happens. And I think it's possible that Samuel needed to see things the way you describe them, but آخر فیلم یک شات هست که بچه‌ها مادرش بغل میکنن. من این شات برام خیلی جالب بود که انگار کارگردان به بیننده گفته ببین بچه‌ها حواسش به مادر هست. دقیقاً توی شات ما می‌فهمیم نوع بغل کردن نیست که یک بچه مادرش بغل میکنه یا مادر یک بچه‌ش بغل میکنه. بغل کردن است جوری که من هستم، من حواسم بهت هست، یک همچین حالت داره. برای من خیلی جالب بود. این بعضی شات‌هایی است که به بیننده حرف میزنه، شات با بیننده حرف میزنه. این من عاشق همچین شات‌هایی هستم که خود شات با بیننده حرف میزنه. به هر حال کارگردانی متفاوت خوبی داره. دوست دارم ببینید، فیلم لذت ببرین از این فیلمیه که بالاخره در تاریخ سینما سومین زنی است که جایزه کن گرفته. قطعا فیلم خوبی است، ارزش دیدن داره. موفق باشین. براتون آرزو میکنم که لذت ببرید از فیلم.